سرخط مهمترین خبرها: حجم معاش و نفقه در تاجیکستان زیاد می شود. در تاجیکستان 2 نیروگاه آفتابی می سازند و پیشنهاد جزا برای نرفتن به انتخابات در قرقیزستان. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌کنیم. امروز 15 ژانویه سال 2026 است. مزد کاری کارمندان اداره‌های دولتی از جمله معلمان و طبیبان در تاجیکستان از ماه سپتامبر امسال از 20 تا 25% بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان که 14 ژانویه صادر شد، حداقل مزد مهنت در تمام ساحه‌ها 1300 سامانه در یک ماه مقرر شده است. حداقل معاش در کشور فعلا 1000 سامانه است. همچنین سر از 1 سپتامبر امسال معاش نظامیان، کارمندان حفظ حقوق، تمام مؤسسه‌های سایه معارف و استیپندیای دانشجویان 20% زیاد می شود. مزد مهنت مربیه‌های کودکستان‌ها و معلمان باشد شروع از ماه سپتامبر 25% می افزاید. حق نفقه را نه کمتر از 15% بالا می بردند. در تاجیکستان تقریبا هر سال مزد کاری کارمندان اداره و مؤسسه‌های دولتی را بالا می برند، ولی با افزایش پیهم تورم تاثیر پول اضافی که آنها می گیرند به قبل کارشناسان ناچیز است. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می گیرند. سال 2026 در تاجیکستان 2 نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه‌گذاری خبر داده گفته است سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شد. به قبل منبع اقتدار 2 نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نو در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه‌های برقی آفتابی در ناحیه‌های اشت و جیهون ساخته شوند. در خبر رسمی آمده است که نیروگاه برقی آفتابی بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن لایحه 250 میلیون دلار صرف شود. کمیته سرمایه‌گذاری میگوید که شرکت ایان انرژی باید هر 2 نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده بدهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکمبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود که شرکت اکوا پاور برای ساختن نیروگاه‌های برقی آفتابی مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخشی اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می شود. مهلت مأموریت مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان می رسد. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان 14 ژانویه در ملاقات با مانوئل میکالر از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت‌های دو کشور اظهار سپاس کرده است. دو طرف ضمن صحبت همچنین درباره حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و آمریکا تبادل افکار کردند. مانوئل میکالر از آخر سال 2022 به حیث سفیر ایالات متحده در دوشنبه کار می‌کرد. زبان‌های تاجیکی و روسی را هم می‌داند. اول آگاهی خطی، بعداً جریمه و در نهایت محدودیت برای کار در اداره‌های دولتی یا پیشنهادی نامزدی. بعضی وکیلان پارلمان در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای شرکت نکردن در انتخابات جزا مقرر شود. مؤلفان طرح میگویند دوام 15 سال اخیر شرکت ساکنان در انتخابات کمتر و کمتر می شود. گزارش نسلش وریمه را همکارم علیشر ظریفی تقدیم می کند. در قرقیزستان میخواهند برای شرکت نکردن در انتخابات جزا تعیین کنند. مؤلف این طرح وکیل پارلمان مارلن مامتالیف حضور کمی ساکنان در انتخابات را یک مشکل ملی نامید. دولت برای گذرانیدن انتخابات از بودجه میلیون ها سوم خرج می‌کند، اما در اصل بیهوده است. این یک دلیل روشن است. برای همین روند درستی را باید فکر کنیم که همه شهروندان در روند انتخابات حضور داشته باشند. بر اساس کنستیتوسیون قرقیزستان شرکت در انتخابات حقوق است، نه عهده‌داری، و این چیز ما را وادار می‌کند که مسئله را بازبینی کنیم. آیا درست است که از شخص طلب کنیم که از حق خود استفاده برد، آن هم در شرایطی که مبلغ‌های بزرگی بودجه صرف می‌شود، ولی یگان اطمینان نیست که شهروندان از حقوقشان استفاده میبرند. وکیل مامتالیف پیشنهاد دارد که برای شخصانی که به انتخابات میروند جایزه تعیین شود، مثلا سبکی در پرداخت خدمات دولتی و حتی تشکیل لاتاری‌های مخصوصی برناک. در عین حال پیشنهاد شده است که شخصانی از 70 ساله بالا، شخصانی به حرکتیشان اعتراف شده، شهروندانی در خارجه بوده از شرکت در انتخابات آزاد شوند. عطیر عبدالرحمتова عضو پیشین کمیسیای مرکزی انتخابات قرقیزستان تاکید میکند که لایحه وضع سیاسی کشور را تغییر نمیدهد، برعکس تعیین جزا آدمان را عصبانی خواهد کرد. У людей, к сожалению, установилось четкое понимание, хожу я, не хожу на выборы,
افسوس در اندیشه آدمان این عقیده جای شده است من به انتخابات روم یا نروم آواز دهم یا ندهم در آخر وعده های داده وکیلان یا حتی پرزیدنت اجرا نمی شوند و اگر من صدا بلند کنم جزا میگیرم در نتیجه شهروندان خاموش ماندن نشستن و اشتراک نکردن را انتخاب میکنند زیرا آنها باور ندارند К тому, что это безопасно, нет доверия, что это честно, нет доверия, что это будет справедливо. президент Содир Ҷаборов борҳо гуфтааст, ки шаҳрвандонро бояд ташвиқ кард, то дар интихобот фаъолона ширкат кунанд. Раҳбари давлат ҳамчунин гуфт, аксари райдиҳандагон дар интихоботи ахири парлумонӣ ширкат накарданд. بینندگان عزیز به نظر شما آیا با تعیین جزا می شود مردم را مجبور کرد که به انتخابات بروند؟ لطفاً نظر خود را در زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که حکومت آمریکا معلومات گرفته است که حکومت ایران نقشه قتل اعتراضگران را ندارد. در این باره شبکه NBC نیوز خبر داده است. ترامپ بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران کشتن اعتراضگران را دوباره آغاز کند، ایالات متحده چاره‌های سخت خواهد اندیشید. با معلومات آمریکا و سازمان‌های حامی حقوق، جمهوری اسلامی ایران نیت داشت که روز 14 ژانویه یک اعتراضگر 26 ساله را به قتل رساند. طبق آمار سازمان‌های حامی حقوق از زمان آغاز ناراضگی‌های اخیر که بیش از 2 هفته است ادامه دارد، زیاد از 2500 کس کشته شدند. دونالد ترامپ کشتن اعتراضگران را محکوم کرد. مأموریت ترامپ راه‌های گوناگون فشار بر تهران را بررسی دارد، از جاری کردن تحریم‌های نفت تا حمله‌های هوایی. منابع خبرگزاری رایترز 14 ژانویه گفتند که آمریکا ممکن است دوام یک روز آینده به ایران حمله کند. در چنین شرایط آمریکا با خارج کردن نیروهایش از خاورمیانه آغاز کرده است. در آخر برنامه یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکار تاجیک معین غفورов رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلش برگزار می‌کند. محاربه دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار می‌شود. در نظر است که محاربه در وزن سبکترین برگزار شده است 3 راوند ادامه کند. معین غفورov 29 سالش در کارنامه ورزشیش در محاربه‌های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیبی او یعقوب ویکلش هم 29 ساله بوده، در محاربه‌های آمیخته 16 مراتب پیروز شده، 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفورov و محمد نعیمov برآمد می‌کنند. اخیراً رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبov را تمدید نکردند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 ژانویه را فرا می‌گیرد. 15 январи соли 1941 дар фарози руди ғунд дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон нирӯгоҳи барқи обӣ хоруғ ба истифода дода шуд. таърихнигорон мегӯянд соли 1949 аз барқи истеҳсолшавандаи ин нирӯгоҳ беш аз 10,000 аҳолии маҳаллӣ ва калхозу корхонаҳо истифода мекарданд ва тадриҷан ҳаҷми истеҳсоли барқ зиёд шуд. солҳои баъдӣ дар Бадахшон инчунин нирӯгоҳҳои хурду миёнаи дигар ба мисли Помир як ба истифода дода шуданд. 15 январи соли 2016 дар авҷи муборизаҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ бо гурӯҳи ба ном Давлати Исломии Иёлоти Муттаҳида Амрико гуфт исми як шохаи ин ташкилот бо номи вилояти Хуросонро ба феҳристи созмонҳои террористӣ шомил мекунад. ин ташкилот баъди саркӯби Давлати Исломӣ дар Ховари Миёна тағйири макон кард ва гоҳо бо амалиёти интиҳориаш дар хоки Афғонистон ва Эрон аз худ дарак додааст. таҳлилгарон мегӯянд эҳтимолан дар ҳайати он ҷангиёни зодаи Осиёи Марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон ҳам кам нестанд. аз моҳи январи соли 2017 Тоҷикистон ба низоми нави нафақа гузашт. мақомот гуфтанд нафақа танҳо тибқи қонун дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ таъин мегардад, яъне ҳаққи бознишастагии сокинон тибқи маблағи аз маош андӯхта дар давоми фаъолияташон пардохт мешавад. бо вуҷуди қонуни нав, нокифоягии нафақаи моҳона аз мавзӯи мавриди интиқоди қишри пиронсолу осебпазири Тоҷикистон боқӣ мемонад.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سامانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بام داده رسیدیم. خبرها از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.